بچه ها امروز میخوام راجع به مسئله مهمی باتون صحبت کنم. صحبت باشه نکن. دست نزن به مداد بغلی، دست نزن. اگه تو خود مداد نداری. مسئله که میخوام بهتون بگم اینه که بچه ها شما دیگه بزرگ شدید، الان به اصطلاح معروف نوخط شدید. یعنی چی؟ یعنی پشت سبیلادون مقداری سبز شده، جوونه کرده، نونهال شدید. با خودتون موبایل به مدرسه نیارید. موبایل سرطان میاره، عقیم میشید، بچه‌دار نمیشید. میفهمی یعنی چی؟ فکر کن واجبش هیچ وقت بچه‌دار نمیشی. یعنی تخماتو باید بگیری بکنید دور. خیلی درد داره بچه ها. شما الان بچه این نمیفهمید ولی خیلی درد داره. انگار که آدم ها لای منگنه گذاشتن، انگار سیخ دارن تو قلب آدم میکنن. درسته که با قلب فاصله داره، اما چه درد آورد روزگار دیگر عضوها را نمونه قرار. بچه ها شما ها باید بدونید که تاریخ درس زندگی دونه. از من نباید بترسید، مگه من گولم؟ درسته ظاهر خشنی دارم، درسته دستام گنده است، درسته پاهام قد پاهای گودزیلاست، شکمم قد شکم اورانگوتان، اما شما ها روزم بترسید. من قلب مهربونی دارم، همه دون رو دوست دارم، مثل بچه ها خودم میمونید. درسته که بچه ندارم، اما من اشتباه شما رو کردم، عقیم میشدم. موبایل رو برده بودم مدرسه اون موقع، تو تخمام میذاشتم با ویبراتورش حال میکردم. حرف از این باعث شد که اسپرمای من نپخته بیاد بیرون و خانمان منو ترک کرد و رفت. حرف از این بده من میرفتم در معبد زیگورات چاقازنبیل، روزها دعا میکردم که ای زیگور یک فرجی بکن تخمای ما هم درمون شه. نمیشد. تخم می‌ماندیم به زیگورات، دخیل بسته بودیم، کار نمیکرد. آخه کردم انداختم جلو بابا، گفتم بخور. عصبانی شدم، کار بدی کردم. حالا شدم خاجه حرمسرا. حرف نزن.